بزرگترین سرمایت گول نخورین استانبول نه. پنیر مفتی فقط تو تلموش پیدا میشه. به همین راحتی که فکر میکنین با $200,000 شما میتونین پاسپورت ترکیه رو بگیرید. دوستان عرض ادب، امیدوارم حال همگی خوب باشه. سلام البته به دوستان ما در کانال یوتیوب ما، در خدمت یکی از قدرترین، پروفشنال ترین و پر اطلاع ترین ایجنت های فروش ملک در استانبول هستیم. امروز با موضوع گرفتن پاسپورت ترکیه، اون هم به صورت اقساطی. امروز در خدمت، افتخار دادن البته، در خدمت آقای بهزاد محبی هستیم، مدیر عامل شرکت سفیر گروپ، کسی که به نظر من جز پر اطلاع ترین ایجنت های در حال حاضر استانبول هستن. باعث افتخاره که امروز هستید که به سوالات ما و سوالهای متعددی که سرمایه گذاران و مشتریان عزیزی که بارها از ما مشاوره گرفتن پرسیدن، امروز میخوایم این سوالات رو از شما بپرسیم. امیدوارم بتونیم جواب هم ما رو بدین که مطمئنم از این بابت میدین و هم جواب بینندگان و مشتریان و سرمایه گذاران عزیزمون. آقا بهزاد بفرمایید، اگه سلامی درودی. خب منم یه سلامی عرض میکنم خدمت تمام کسایی که کانال شما رو دنبال میکنن، تمام کسایی که با عشق ویدیوهای زیبای کانال یوتیوب تو بچه پر انرژی استانبول رو نگاه میکنن. حالا ما که اطلاعات آنچنانی نداریم، امیدوارم حالا سوالایی که تو این گفتگو میپرسی رو من بتونم اطلاعات مفیدی، جوابای مفیدی بدم که به درد یه سری آدمایی که میخوان بیان سرمایه زندگیشون رو توی شهر استانبول بذارن به دردشون بخوره و بتونن یه سرمایه گذاری موفق داشته قطعا همینطوره. ما هر جا تو استانبول به مشکل حقوقی مخصوصا خوردیم، از آقای محبی کمک گرفتیم. عزیز. همیشه همراه ما بودن، کنار ما بودن که بتونن سوالات ما رو تو همه ساعت‌های روز، چه کاری چه غیر کاری، جواب بدن. سپاسگزارم از اینکه کنار ما هستین که بتونیم یه تیم قدرتمند رو تشکیل بدیم. من اینو به همه گفتم، برخلاف همه که تو بازار مارکت دارن رقابت میکنن، من تلاش کردم تو این 4-5 سالی که تو استانبول هستم بیشتر رفاقت بکنم و این اعتبار من شده. اینکه بزرگترین سرمایت اعتبارته. و دقیقاً به واسطه وجود دوستان خوبی مثل شما. ما اولین سوال رو اینجوری میخوایم شروع بکنیم: اصلی ترین آیتم گرفتن پاسپورت ترکیه و شهروندی کشور ترکیه چی میتونه باشه؟ ببین سامان جان، شما زمانی که از طریق سرمایه گذاری خرید ملک میخوای اقدام بکنی برای گرفتن شهروندی، اصلی ترین موضوعی که برای دولت مهمه و باید به دولت اونو اثبات بکنی اینیه که شما $400,000 سرمایه گذاری کردی، $400,000 اووردی اینجا، سرمایه گذاری کردی، ملک خریدی به قصد گرفتن شهروندی. مهمترین چیز اینه که ثابت کنی $400,000 سرمایه گذاری کردی. یعنی ما باید $400,000 وجه رایج مملکتمون که حالا ریاله تبدیلش کنیم به دلار وارد کشور ترکیه بکنیم. حالا یک آیتمایی داره دیگه که میخوام من سریع توضیح بدم خیلی که از طریق بانکو. آره ببینید، ما اگر که بخوایم خیلی سریع بگم، اگر ما بخوایم شهروندی برای کسی بگیریم، چند تا مدرکه که حتما حالا مدارک ثانویه بماند. یک، $400,000 دکونت یا رسید بانکی نیاز داریم که توش توضیح داده شده باشه که این پول از حساب خریدار به حساب فروشنده به نیت خریدن این پلاک ثبتی، ما میگیم آدا پارسل، واریز شده. این وهله اول. به اون برگه چی میگن؟ ما میگیم دکونت. درسته. دکونت همون فیش بانکی های خودمون. دومین برگه‌ای که نیاز داریم داب برگسی، دویزالون برگسی، که میگه شما $400,000 رو تبدیل به لیر کردید. اون هم باز تو توضیحاتش نوشته میشه که به نیت خرید این ملک شما این $400,000 رو تبدیل به لیر کردید. آیتم سومی که خیلی برای ما مهمه، اکسپرتیز یا همون کارشناسی واحده، که اگر شما الان به نیت شهروندی دارید اقدام میکنید، حتما باید گداش اون رو تایید کرده باشه و باید اون هم تایید بشه که ملک شما بالای $400,000 ارزش داره. مورد چهارم هم اینه که تاپو یا سندی ارائه بکنید که ثابت بکنه ملک شما در زمانی که داره برگه اویگونلوک گرفته میشه $400,000
قیمتشه و مالکای قبلش خارجی نبودن و حالا آیتم‌های دیگه‌ای که مورد نیاز. یک سری پروژه ها الان یه پسوندی به نام GYO GYO ما میگیم. دقیقاً ترکا بهش میگن GYO میگن. درسته. اضافه شده که دیگه نیازی به ارائه گزارش کارشناسی شما اینا شریک‌های استراتژیک دولتن. دولت از پروژه‌های GYO، از شرکت‌های GYO که پروژه میسازن اکسپرتیز نمیخواد. یعنی اگر شما مثلا از کیلر خرید بکنید، شرکت کیلر واحدایی که تحویل میده، واحدایی که میسازه نیازی به اکسپرتیز ندارن. مثلا از تورون انشاءات اگه شما خرید بکنید، شرکت GYO نیازی نداره به اینکه شما بیاید و اکسپرت تهیه بکنید. هر مقداری که توی سند بزنه همون ملاک برگه اویگون میشه، چون دولته دیگه. آره چون شریک استراتژیک تجاری دولتن. حالا ما میریم سر اصلی ترین سوالی که میخوایم بپرسیم از آقا بهزاد. یک سری پروژه ها تو استانبول دارن یک سری آفرها رو، حالا مشتری ها میبینن بالاخره این آفرها، سرمایه گذار از ما سوال میپرسن. من شخصا روی این پروژه‌ها زیاد تمرکزی ندارم و کار نمی‌کنم، حالا به دلیلی که الان خدمتتون عرض می‌کنیم. یک سری پروژه‌ها میان یک سری آفرها رو خدمت مشتری، جذاب هم هست. با $200,000 شما میتونید پاسپورت ترکیه رو بگیرید، با $250,000 میتونید پاسپورت ترکیه رو برانگیزه. نمیدونم بیاین $250,000 رو بدین، پاسپورتتون رو شروع کنین، مابقیش رو قسط بدین و امثال این آفرها. به نظر شما چرا این پروژه ها میان آفر پاسپورت اقساطی میدن؟ ببین یه مسئله قدیمی ما ایرانی‌ها داریم که میگیم پنیر مفتی فقط تو تله موش پیدا میشه. این واقعا اینجا مصداق داره. ببین زمانی که یک پروژه‌ای میاد یک ملکی رو میسازه، نمیتونه بفروشه، آفر جذابی نیست برای خریدار، مجبور میشه بیاد یک همچین چیزایی رو داخلش بذاره که بتونه واحدش رو بفروشه. ببینید هیچ موقع شما اینو نمیتونی ببینی که مثلا تو قسمت‌های مرکزی شهر، جایی که زمین گرونه، همچین اتفاقی بیفته. یا شرکت‌های خیلی بزرگ وقتی میسازن هیچ موقع شما نمیبینید مثلا املاک کنوت بیاد همچین آفری به کسی بده. شما نمیبینید آرتاش بیاد همچین آفری به کسی بده. شرکت‌های بزرگ به خاطر اینکه رفتن زمین رو به یه مبلغ هنگفتی خریدن، کارگر اومده بهترین کار رو انجام داده اونجا، بهترین نقشه رو انجام دادن، بهترین متریال، یه قیمت تموم شده‌ای براشون داره، یه بازی دامنه سودی رو روش اتخاذ میکنن. تهش اینه که میگه آقا من انقدر 50% ازت پیش میگیرم، الباقی اقساطشو میدی، اقساطت که تموم شد من بهت سند میدم، میتونی بری برای اقامتت یا میتونی بری برای شهروندی اقدام کنی. ولی هیچ شرکت معتبر و شرکت بزرگی که فروشاش به صورت خیلی راحت و به صورت خیلی عادی داره فروش میکنه هیچ موقع همچین آفری برای هیچ مشتری نمیذاره. این آفرها فقط برای شرکتاییه که نمیتونه واحدش رو بفروشه یا رخصت نداره واحدش، مثلا رخصت نداشته میاد. خیلی ما اینجوری داشتیم که مثلا توی حالا یه غرب استانبول کاری نداریم، می اومدن با این فریب آفر رو میدادن، شما واحد رو میخریدید، این اصلا از اول رخصتش مشکل داشت، هیچ موقع هم سند نمیشد. شما می اومدید با این تله خرید تو انجام میدادی، بعد از این که دیگه میرسید به مرحله سند میگفت خب حالا ما از این پروژه‌مون نمیتونیم سند بدیم، شما اگه میخوای برای اینکه پولت نسوزه بیا از اون یکی پروژه ما بهت واحد میدیم، اینو ما پس بده، دوباره همینو به یکی دیگه میفروختن، همین لوپ. ولی یا اینکه مورد دوم اینه شما فریب فقط یه پاسپورت رو میخورید، یه واحد $200,000 رو به شما میفروشن $400,000، بعدن 200 رو از خودت نقدی میگیرن اول، اون 4 سال مثلا $250,000، بقیه اقساطی هم که شما داری میدی در اصل داری سود پرداخت میکنی، هیچ چیزی نداره. فردا صبح کسی واحد شما رو از شما $250,000 نمیخره. دقیقا. تو داپ دستکاری میکنن، تو دکونت دستکاری میکنن، تو اکسپرتیز دستکاری میکنن. و داشتیم یک پروژه‌ای که نزدیک 150 تا خانواده پاسپورت هم حتی گرفته بودن و همه پاسپورتاشون باطل شد. یه پرانتز من باز کنم، اینو من بارها تو ویدیوهای خودم تو گذشتم گفتم، گرفتن پاسپورت به همین راحتی که فکر میکنین نیست. آینده و زندگی شماست و پروسه پاسپورت شما، پروندهتون، اینجوری بهتون بگم، پروندهتون توی دولت به مدت 10 سال باز هستش. یعنی هر زمان که دولت متوجه بشه شما از طریقه های مختلف دیگه‌ای پاسپورت گرفتید که جز بندهای قانونیش نیست، میتونه کامل دکمه شما رو بزنه و کاملا شما رو ریجکت بکنه و تمام آینده و برنامه ریزی که شما برای آینده خودتون و خانواده گرامیتون کردین همه چی
یک دکمه خراب بشه. اصلا دقیقا همینطوره. هر زمانی که دولت بهش اثبات بشه شهروندی که شما گرفتید یه تقلب توش بوده، همون لحظه دولت خیلی راحت میتونه اون شهروندی رو ابطال کنه که داشتیم نزدیک 100 و خورده خانواده همه شهروندیاشون ابطال شد. و میگم من خودم تو تجربه کاریم هیچ موقع ورود نکردم به یه همچین پروژه هایی و ندیدم همچین کسی از این پروژه ها خرید کرده باشه بعداً بتونه ملکش رو حتی به قیمت پیش پرداختش بفروشه. حالا اقساط که بمونه کنار، و حتی به قیمت پیش پرداخت هم دیگه ملک رو نخریدن. ببینید یه خرید موفق زمانیه که شما اگر خواستید ملکتون رو بفروشید حداقلش اینه که حداقل بعد 2 سال 3 سال پولی که پرداخت کردید و حداقل بتونید پس بگیرید. حالا یه پاسپورتی هم اگر گرفتید. قطعاً کسایی که مشاوره‌های اشتباه بهشون داده شده و خریدهای اشتباهی کردن، این خرید شما میتونید حتی تو ایران هم خرید اشتباه انجام بدید. تو استانبول انجام دادن کسایی هستن که الان میتونید حتی زیر کامنت های پست هایی که ماها میذاریم بیاین ببینید. خیلی انتقاد دارن میکنن نسبت به استانبول که آیا برای ما سودآور نبوده، برای ما آپشن خوبی نبوده، گول نخورین استانبول نه. اینها کسانی هستن که در زمان اشتباه و در مکان اشتباه خریدشون رو انجام دادن. حتی تو این پروژه‌ای که آقای محبی خدمتتون عرض کردن، ما حتی مورد داشتیم آفر به من میدادن که بیاین توی پروژه دیگه‌مون که کانسپت ویلایی هست، یه ویلای $800,000 رو به مشتریاتون اعلام بکنید. اینا رو ببینید چه بادیه، امروز عجب بادیه. بیاین اعلام بکنید $800,000 به مشتری بفروشید. جدا از این که ما یک پاسپورت به مشتریتون تقدیم میکنیم، یک پاسپورت هم به عنوان کامیشن به شما ایجنت میدیم. یعنی $800,000 $400,000 من پاسپورت گرفتم، $400,000 مشتری پاسپورت گرفته. یک کامیشنی هم که حالا کامیشن رو اکثرا دیگه الان میدونن که درصد کامیشن چقدره، حتی اون مبلغ حق و زحمه هم به ما میدادن. از پروژه خودشون 12% دستی میدادن کش. بله. از اون ور داستان گوشی آیفون هم هدیه میدادن که حالا همش ترکید و اصلا کلا همه چی رفت رو هوا. ولی من یه چند تا نکته جالب به شما بگم. پروژه هایی که خیلی پروژه های خوبی هن، هیچ کدوم به ایجنت کامیشن دستی نمیدن. دقیقاً. اصلا میگه فاکتور میگه قانون هر چی میگه فاکتور بکش پولشو میدن، نه چیز اضافه ای میدن. اضافهش همون چای و قهوه‌ای که تو دفترشون میخوری. حالا یه چیز جالب بهت بگم سامان، یه تجربه کاری خودم بگم. من یه پروژه خیلی خوب مشتریم واحد خرید، بعد هی گفتم آقا این پرداختیاتو بزن. هی گفت نه بابا استانبول وضع ملک خرابه. گفتم آقا این پرداختیاتو بزن ابطال میکنه ها. گفت نه آقا کیه، پول کجا بود الان تو استانبول؟ 9 شب زنگ زد 9 شب زنگ زد به من گفت پولمو ریختن واریز کردن تو حسابم. برگشت زد فسخ یه طرفه کرد واحدش شد. ببین بعد زنگ زدم به مدیر پروژه، گفت این فکر کردی من با تو شوخی دارم؟ ما اون روز اون قیمت فروختیم. اگر دوست داشت مشتری پولشو پر میکرد، نکرد حالا پس دادم. اگر واحد خودشو میخواد بیاد با قیمت جدید حالا بخره. دقیقاً. خیلی پروژه های بزرگ. یه دونه دیگه هم برات یه موضوع دیگه هم بگم. یه پروژه دیگه بود خیلی پروژه خوبی بود. ما اون موقعی که بازار روس بود، چون این جالب اینم بدونید روسا چشم هم چشمیشون از ما ایرانی‌ها بیشتره، خیلی بیشتره. ما یه سری روس بودن، اینا همه با هم دوست آشنا بودن، همشون رو چشم هم چشمی همه اومدن از همون پروژه خریدن. شد 13-14 تا. من به کوردیناتور پروژه گفتم آقا ما این همه داریم از شما فروختیم، یه موقع نکنه، اون موقع هنوز اسکلس بود، نکنه آقا پول اینا بره رو هوا بیچاره شبا 14 نفر رو چجوری بدم؟ گفت هر روزی که تایم داری پاشو بیا. فکر کردیم ما داریم با پول شماها اینجا ملک میسازیم؟ ما داریم با پول شماها پروژه بعدیمون رو لب ساحل کوی استانبول دمیر مارینا داریم، اونو الان لانچ میکنیم و کاراشو انجام میدیم. شما چه اینجا بخرید چه نخرید، بیا بریم انبار. تا کلید پریزا تو انبار حاضر و آماده است، تا حقوق کارگرا هم تا آخرین روز پروژه به دلار تو حساب شرکت حاضره. یعنی شما اگر الان پیش خرید کردید که کردید و با قیمت پیش خرید، اگر نکردید ما حاضریم همه این ملک بمونه، ما آماده شدهشو به قیمت روز بفروشیم. پروژه های قوی اینجوری کار میکنن. پروژه قوی نمیاد التماس کنه بگه آقا بیا پاسپورت اقساطی بهت بدم. پروژه قوی اصلا تا شما تسویه کامل نکنی سند بهت نمیده اصلا. دقیقاً. الان اصلا آیتم داریم حتی تو مناطق غرب استانبول که حتی شما بیاین $250,000 بدین دیگه هیچی ندین، قسط ندین، اکسپرتیز رو میان یه حرکتی میزنن که $420,000 در میاد
شما $420,000 واریز میکنین به حساب مالک، بعد یک قرارداد نوتاری میبندید که مالک موظف میشه اون مابعدالتفاوت یعنی 150 60 $70,000 دیگر رو بعد از سند بهتون برگردونه. جدا از این که خطرناکه که حتی مالک اصلا پولو برنگرد، اصلا فوت کرد نشد دیگه، اتفاق اصلا تصادف کرد، فوت هم نه، تصادف که اصلا 1 سال موند گوشه بیمارستان. این داستان ها هست، خطرناک هم هست قطعا دیگه. دولت ترکیه به محض که بفهمه پاسپورت که گرفتی رو باطل میکنه دیگه، میبره تو بلک لیست آرشیو خودش، تحت هیچ شرایطی به شما شهروندی دیگه نمیده. اینم من اضافه کنم، اینجایی که میبینید فضای سبز یک پروژه واقعا درست حسابی، کسی که من شخصا قلبا دوستش دارم، شرکت بزرگ داپیاپی هستش که به ما اجازه دادن از این فضا استفاده کنیم و این ویدیو رو برای شما عزیزان تهیه کنیم. ادامه ویدیو رو در واحد نمونه این مجموعه ادامه میدیم. چرا؟ چه هم متریال رو ببینیم، هم کانسپت رو ببینیم، هم قیمت رو متوجه بشید و همین که دلیلش رو ببینید چرا سازنده بزرگی مثل داپیاپی نمیاد پاسپورت اقساطی آفر بده، چرا اروپا کنوتلاری نمیاد، آرتاش نمیاد، چرا کیلر نمیاد، چرا این سازنده ها نمیان آفر اقساطی بدن و چرا مابقی پروژه میان. ادامه ویدیو رو در واحد نمونه این پروژه با هم دیگه تماشا میکنیم. خب دوستان، در ادامه ویدیو یوتیوب ما در واحد نمونه شرکت بزرگ داپیاپی هستیم، پروژه داپیانی لوند، یک واحد سه‌خوابه. هنوز همچنان در خدمت بهزاد محبی بزرگوار هستیم. افتخار دادین که عزیز ما، باعث افتخار من بوده، ما قرار دادین. ما چند تا سوال دیگه داریم، گفتیم که داخل واحد نمونه ازتون بپرسیم. این واحد نمونه خوشگه، هم در ادامه ویدیو در انتهای ویدیو واحد نمونه رو ببینید، لذت ببرین از این واحد نمونه بسیار زیبا، شیک و فوق العاده دکوراسیون فوق العاده شده، لذت ببرین. و 3 تا سوال دیگه که ما در انتها از شما میپرسیم، حالا من اینجا یادداشت کردم. این سری پروژه‌هایی که ما در موردشون صحبت کردیم که پاسپورت اقساطی رو به مشتری‌ها ارائه میدن، آفرهای گول زننده، اینجوری بهتره بگم، چرا بیشتر سمت غرب و سمت شرق استانبول وجود دارن؟ چرا تو مرکز استانبول ما همچین پروژه‌ای رو نداریم؟ ببینید حالا تو مرکز تک و توک شاید با خیلی تک و توک شاید باشه، ولی اکثرا یا غربی ترین نقطه یا شرقی ترین نقطه. دلیلش هم اینه، خب ببینید سازنده های خیلی قوی خیلی نقاط خیلی غربی و خیلی شرقی رو برای ساخت انتخاب نمی‌کنن. البته که ما داریم بازم سازنده های خیلی خوب که تو این نقاط هم اومدن تو قسمت‌های خیلی خوبش، قسمت‌های نزدیک به دریاش، قسمت‌های خیلی خوبش ساخت و ساز انجام دادن. ولی کلی اگر بخوایم صحبت بکنیم بهتره بگیم چرا اینا نیستن تو مرکز شهر. مرکز شهر زمین خب مرغوبه، قیمتش خیلی بالاست، ساخت خیلی هزینه بره. وقتی که یه شرکت سازنده میاد یه زمین خیلی گرون رو انتخاب میکنه برای ساخت، قاعدتا متریال ارزون توش به کار نمیبره، متریال گرون به کار میبره. کارگر میاد یه هزینه گزافی بابت کارگر باید پرداخت بکنه. خب نمیتونه مثلا از خارج استانبول بیاد کارگر بیاره مرکز شهر، که کارگری هم که میاد اونجا کار میکنه یه مقدار باز قیمتش گرونتر میشه. به خاطر این موضوعه که براش ساخت گرون در میاد. یه شرکت معتبر اومده یه ساخت گرون رو انجام داده، هیچ موقع حاضر نیست با شرایط شهروندی اقساطی بیاد با خواهش و التماس سندش رو به شما بده، بیاد یک پولی وارد حسابش بشه. حالا یک چیزی هم که من باید به شما بگم، شاید کسی ندونه این موضوع رو، وقتی که شما پول به حساب شرکت سازنده وارد میکنید یک مالیات، یک ورودی داره برای این شرکت که باید مالیاتش رو پرداخت بکنه. یعنی انقدر این داره به شما ملکش رو با همون حتی شرایط پاسپورت اقساطی هم گرون میفروشه که اون به قول معروف پی اون مالیات هم داره به تنش میماله. یعنی ببینید تو پروژه های این شکلیه، یه زمینی داریم ما، یه هزینه جواز و اینا، یه هزینه ساخت داریم و یه سودی میمونه برای سازنده. شما که میایید پرداخت میکنید، واحد میخرید، این پرداختی ها آخر کار مشخصه. این باید به دولت جواب پس بده که آقا من انقدر روی این پروژه سود کردم، انقدر پول وارد مجموعه من شده، حالا مالیات من میشه انقدر. حالا شما فکر بکنید که یه پروژه‌ای که میاد این همچین کاری رو انجام میده، یه بار از شما پولو میگیره، دوباره میریزه به حساب شما، دوباره اون پولو یعنی یه بار پول شما به حساب پروژه میریزید با دکونت، اون به شما نقدی پس میده، شما دوباره اون پولو واریز میکنید به حسابش. یعنی اون یه مالیات اضافه‌ای هم اینجا برای شرکت به وجود میاد که شما اونم داره 2-3 برابرش رو از شما میگیره.
ولی انقدر این ملک بی ارزشه و شما دارید اونو انقدر به قیمت با ارزش خرید میکنید که حتی پروژه حاضر اون مالیات ها رو هم بیاد از جیب خودش بده. چند تا نمونه آفری که حالا از یک سری پروژه ها به دست ماها میرسه، قطعا سرمایه گذاران عزیز، مشتریان عزیز میبینن و قطعا بهزادم در جریان هست. حالا اینجوریه که $200,000 پرداخت بکنید، مابقیش رو سازنده پرداخت میکنه، یا بیاین 2 واحد 2 خوابه بخرین به مبلغ $400,000، یک واحدش رو پول بدین، مابقیش رو قسط بدین، شروع پاسپورت شهروندیتون رو انجام بدین. میگن شرکت داره پی اون مالیات ها رو همه رو به تن خودش میماله که فقط اون واحد از سر خودش باز کنه. اینا همه خطرناکه. یک سری آفرهای گول زننده‌ای هستش که توی استانبول، برای یه چیز جالب که زمان پاسپورت $250,000 همچین چیزی وجود نداشت. از وقتی این آیتم ها به وجود اومده که پاسپورت تبدیل شده به عدد $400,000، مقداری سنگین شده. البته سنگین هم نیست، شما اینجا ملک میخرید با ارزش واقعی $400,000. از دید من ها دولت بهتون هدیه یک پاسپورت ترکیه هم میده، ولی به شرط که همه چیتون قانونی و شسته رفته باشه. من تو ادامه اون حرف که زدم یه تجربه به شما بگم. من یه واحد یه خوابه توی پروژه رو به دریا، واحدش خیلی واحد ارزنده‌ای بود، فروختم. مشتری توی باریزی خیلی اذیت کرد. مدیر فروش زنگ زد به من، یه چیزی گفت به مشتریت بگو اگر میبینه نمیتونه خوب پول پر کنه، درست طبق تعهدش عمل بکنه، بیاد واحدو عوض میکنم. یه واحدی که مثل این طبقه بالا نیست، ویو دریا نداره، ویوش دیوار طبقه پایینه، بهش میدم هر جوری دوست داشت اونو پرداخت کنه، 3 ماه دیر کنه، مهم نیست. ولی اون واحد من که گل واحدای من، یه خوابای من بوده، خریده رو من نمیتونم اجازه بدم مشتری تو اینجوری پول پرداخت بکنه. ببینید و اون یه واحدی هست، یه پروژه میخواد از سر خودش باز کنه، یه واحدی از پروژه تحت هیچ شرایطی دوست نداره بفروشتش، حتی اصلا دوست داره دیرتر بفروشتش یا با سود خوب. اون پروژه اگه یه پروژه واقعا واحدش به درد بخور باشه، از سر باز کن نباشه، هیچ موقع حاضر نمیشه با شرایط شهروندی اقساطی و نمیدونم تو رو خدا بیا پاسپورتش هم خودمون، اصلا هیچ کدوم این کارا پروژه نمیکنه. اکثر سازنده ها مخصوصا همین داپیاپی یک سری واحدهایی دارن که گلهای واحدهاشون بوده که با اینکه 5 سال 4 سال تا 8 سال از اون ساخت اون ملک گذشته، همچنان اون واحدها رو نگه داشته. آره براشون هم هر روز داره گرونتر میشه. یه قله که برای خود شرکت ایسمارینای کارتار رو ساخته و هنوز واحدهای گل ما اونجا داریم مستقیم از سازنده. پروژه والیدباغ اسکودار همچنان پروژه واحد مستقیم از سازنده و این سازنده ها مثل همون ایسمارینا بناهایی میسازن که موندگار میمونه و برنده و همه میشناسن. یعنی همه مثلا اون منطقه رو به ایسمارینا با اون طراحی خاص و طلاییش و با اون مچ شکلیش میشناسن. حتی تو خیابون آجیبادن که آرتونیزاده آرتونیزاده یه پروژه مشابه والیدباغ هم هست، کوچولو کورو evleri. آره. ولی یک مثلا تفاوتی که این دوتا پروژه با هم دارن، چون من خودم والیدباغ کار میکردم، میخوام فقط بگم سازنده قدرتمند چه سازنده‌ایه که اومده یک زمین رو تحقیق کرده، یک زمین رو خریده چون اون کوچه ترافیک میشه که در ورودی اتوپارکش، پارکینگش از کوچه کنار باشه که ورود و خروج ساکنین هیچ مزاحمتی بابت اون ترافیک نه. یا همین پروژه‌ای که الان داخلشیم اومده یه راه اختصاصی برای ساکنان اینجا از اتوبان تم درست کرده که ساکنین نخوان هی دور قمری بزنن تا وارد مجموعه خودشون بشن. یعنی آنچنان قدرتی داشته سازنده که تونسته شهرداری رو تحت تاثیر قرار بده، یعنی متقاعد بکنه که به خاطر پروژه من بیا یه راه اختصاصی بزنه. یه تونلی ما الان داریم، تو ویدیو حتما بهتون نشون میدیم. از داخل این تونل، از داخل پارکینگ، یعنی یا میتونید از تم بیاین داخل پارکینگ خونتون یا برعکس بریم وارد اتوبان. همچین پروژه هیچ موقع ما التماس واحد نمیفروشه. چرا باید بفروشه؟ آره دیگه، که خواهش رو تمنا بکنه که واحداش فروش بره. سوال بعدی که ما ازتون میپرسید سخته، خواهش می‌کنم، ولی خب برای شما سخت نیست. یک سری پروژه ها تو همین مناطق مثل کایتانه، شیشلی یا همین منطقه خودمون ایوب سلطان، این اطراف میان یک سری واحدهایی رو معرفی میکنن. 2 خوابه با مبلغ $500,000، 2 خوابه با مبلغ $450,000. اما اکسپرتیزش چیزی که ما دیدیم
در نمیاد، در حال ساخت در نمیاد. اکسپرتیزش $270,000، اکسپرتیزش $250,000. قطعا تو خیابون بغداد هم، حالا من میگم کایتانه چون الان توی این منطقه هستیم، تو کایتان ساریر هستیم، اینجا رو من مثال زدم. حتی تو بغداد واحدهای 2 خوابه زیر 70 متری که قیمت فروشش $400,000-500,000 ولی اکسپرتیزش پایین در میاد. اینا چه جوری میشه؟ ببین داستان اکسپرتیز اینه، وقتی که شما میخواید به قصد شهروندی اکسپرتیز بگیری حتما باید تاییدیه گداش داشته باشی، یعنی باید گداش حتما اکسپر رو صادر بکنه. گداش توضیح بدین برام. ببینید گداش خودش یک شریک تجاری دولت الان که به اصطلاح میشه گفت امین دولته. زمانی که شما میخواید به قصد شهروندی الان اکسپر بگیرید حتما باید گداشون اکسپر رو تایید بکنه. گداش که خیلی کارهای دیگه هم تو دولت دارن، یعنی بخوام حساب کنم هولدینگ توره، تو بخش کشاورزی هست، تو بخش صنعت هست و اینکه حالا اکسپرار هم گداش باید روش نظارت داشته باشه که 3 تا شرکتن. بحثی که هست اینه وقتی شما برای شهروندی اقدام میکنید حتما باید گداش ورود بکنه به این موضوع. جاهای غیر تو شرکتایی که غیر گیو هستن، گیو نیستن، وقتی گداش ورود میکنه اگر که تا 20% اختلاف باشه که اصلا نیست طبیعیه. تو اکسپر و قیمتی که ما رایج داریم توی بازار یه 20% تولرانس یه چیز خیلی معقول و معمولیه. ببینید تو اون واحد که شما دارید صفر میخرید، خب بالاخره اگر پازارنامه ورود کرده باشه یه سهمی داره، اگر ایجنسی ورود کرده باشه یه کمیسیونی بالاخره اون ایجنسی داره. یه سری بالا و پایینا و اختلاف قیمتایی رو ما توی این موضوع داریم که اگر این اختلاف قیمت باشه یه چیز طبیعیه. و اینکه خب ببینید ملک در حال ساخته، تو ملک در حال ساخت باز دست گداش بسته تره تا ملک همین الان آماده‌ای که میشه کلید انداخت و رفت. بازم هر جوری حساب بکنید حتی خود شما به عنوان خریدارم نمیتونی توقع داشته باشی. ما چون توقع داریم چون قیمت آخر کلید تحویل رو داریم پرداخت میکنیم، ما توقع اینو داریم که همون لحظه هم قیمت آخر کلید تحویل رو به ما بده کارشناسی، ولی مطمئنا نمیتونه همچین کاری. یه بیرین فیاتی داریم که حتی بازم سعی میکنن خیلی نزدیک باشه به اون مبلغ آخر، ولی بازم هر جوری حساب کنیم یه اختلافی به وجود میاد. ولی زمانی که شما دارید ملک $400,000-500,000 میخرید و یهو میاد تو اکسپر 200,000 تا 250,000 تا میخوره، این یه چیز خیلی فاحش و غیر منطقی هستن و مشخص که اصلا قیمت ملک این نیست. اختلاف زیادی داره، قطعا همینطور هستش. چه پیشنهادی میدید؟ ببین من اگر بخوام پیشنهاد بدم روی ملکا که اکسپرتیزش پایین در میاد، من باشم با این اختلاف فاحش اصلا خرید نمی‌کنم. اول اینکه اصلا یه چیزی بگم، من اگر خودم از بیرون بخوام بیام و خرید بکنم از استانبول، سعیمو بر این میذارم که هر جوری شده از اونور 2 خوابه نخرم، اینور 1 خوابه بخرم، از اونور 3 خوابه نخرم، اینور 2 خوابه بخرم، ولی از شرکت‌های معتبر خرید بکنم. بیام با ایجنسیم صحبت بکنم، قانعش کنم، اون بره قانع کنه، تخفیفای خوب برام بگیره، کارهای خوب انجام بدیم، ولی بیام و از شرکت معتبر خرید بکنم. چون شرکت معتبر تجربه من ثابت کرده حتی اگر شما هم دنبال هیچ چیش نری، اون خودش میره همه کارا رو شسته رفته میکنه، نه درد سر میندازته. یعنی شما برو 1 سال جواب تلفنشون رو نده، بعد 1 سال میای میبینید کلیدت آماده است، سندت آماده است، اکسپرش حاضره، خیلی راحت شسته رفته همه کاراتو انجام داده. چون اینجا مملکت خود ما نیست. اینجا یک کشور غریبه است که شما باید برای انجام کوچکترین کار اداری 3 روز 4 روز وقت خودتون رو درگیر بکنید. بلیط‌های هواپیما با این وضعیت کنسلی و گرونی و اینا، هتل فلان، من باشم میام توی همچین شرایطی از یه شرکتی خرید میکنم که شرکت معتبره، بدونم 5 تا وکیل معتبر خودش داره، بدونم توانایی اینو داره که هر اتفاقی افتاد خودش بتونه حلش بکنه. به کرونا مثلا به ما نشون داد که خیلی از شرکت‌های سازنده‌ای که قوی بودن تو همون کرونا هم کارشون رو انجام دادن، تو همون کرونا هم تحویل دادن، ولی خیلی شرکتایی که ضعیف بودن اصلا نتونستن و یه سری پروژه ها نیمه کاره اصلا رها شد. من باشم ترجیحاً از پروژه‌ای خرید میکنم که اولا حالا بحث اکسپر رو که گفتی، اکسپر خیلی اختلاف فاحشی با واحد نداشته باشه، دوم اینه که شرکت معتبری باشه. در بدترین حالت ممکن پیشنهادی که ما میتونیم بهتون بدیم، اگر از یک پروژه قطعا فقط از اون پروژه خوشتون اومد، اینجا یه داستانی داریم به اسم کاپورا. میتونین واحدتون رو به مدت بین 7 روز تا 14 روز بسته به اون پروژه رزرو بکنید، لاک کنید به قول معروف
تو این 14 روزی که واحدتون لاک شده از سازنده درخواست اون برگه اکسپرتیز رو انجام بدید. در صورت گرفتن برگه اکسپرتیز که مطابق بود با اون درخواست شما، میتونید مابقی پولتون رو پرداخت بکنید. اگر دیدین که تطابق نداشت، میتونید پولتون رو بگیریم و برگردونن و واحدتون رو کنسل بکنید. ما خیلی از پروژه‌ها طی می‌کنیم، میگیم آقا مشتری ما کاپورا رو به شما پرداخت می‌کنه. هندونه به شرط قرمز، به شرط چاقو. به شرط چاقو. اگر اکسپرتون در اومد درست بود، مشکلی نداشتیم، ما بقیه پول رو پرداخت می‌کنیم. حتی اگه مشتری ما خواست باز با اون شرایط کنسل بکنه، هزینه اکسپر رو ازش کم بکنید، مشکلی نداریم ما. قطعا. ولی اگر که اکسپرتون مشکل داشت، دیگه گردن شماست. ما اینو طی می‌کنیم و تا الان خدا رو شکر مشکلی نداشتیم. یه نکته دیگه هم که من نظر من خیلی مهمه اینه، اگر از هر پروژه‌ای خواستن خرید بکنن، 100% اون پروژه خوب یه 4 تا پروژه هم قبل اون ساخته. 100%. برن قبلیاشو یه نگاهی بندازن. آقا چی ساخته قبل از این پروژه؟ میگه آقا مثلا به عنوان مثال همین پروژه، همین شرکت داپ مثلا تراسکولر رو ساخته مثلا، یا یه سری پروژه، این همین پروژه دیگه تو این شهر ساخته، یا خود املاک کنوت که صاحب خاک اینجا بوده، شریک ایناست، کلی پروژه خیلی عالی دولتی تو این شهر ساخته. دو تاشو شما نگاه کنید متوجه میشید این شرکت چی ساخته، چی میسازه، در آینده چه خواهد ساخت. بزرگترین پروژه قسمت آسیایی استانبول تا چند وقت دیگه استارتش خواهد خورد و توسط شرکت داپیاپی انجام خواهد شد. شاید خیلی ها نمیدونن، ولی قطعاً بزرگترین پروژه قسمت آسیایی خواهد شد. املاک کنوت که شریک این پروژه است، به نظر شخصی خود من صاحب لوکس ترین پروژه شهر استانبول نیدا پارک ایستینی است. بله. من اگر خودم واقعا از لحاظ مالی میتونستم برم تو این پروژه بخرم، قطعاً بهترین خریدی که میتونستم انجام بدم نیدا پارک ایستینی بود. 100%. که حتی ایجنت میدونی که راه هم نمیدن داخل. خیلی جا راه نمیدن ایجنت ها رو، چون فروش ترک دارن و یک سری فروش میگه یه قرون هم کمیسیون نمیدم، ایجنت هم راه نمیدم، حق فیلمبرداری از ماکت نداری، حق گوشی در آوردن تو اونک دایره رو نداری به عنوان ایجنت. میگم اینها رو میتونن مشتریان نگاه بکنن، رو اون بره خرید بکنه. میگه این شرکت اینا رو ساخته و حالا اینا هم که با هم شریک میشن، باز آدم ضعیف با آدم قوی شریک نمیشه، قوی با قوی شریک میشه. رزومه شما کافی الان دیگه همه چی داخل گوگل میتونید سرچ بکنید. داپیاپی مثلا همین پروژه که داخلش هستیم و سرچ بکنید، جزء شرکت معدود شرکت‌های سازنده‌ای که سهامی عامه. یه چیزی که وحشتناک خوبه، یعنی خیال آدم‌ها و خیال سرمایه‌گذارهایی که میان اینجا سرمایه‌گذاری میکنن راحت دارن. مثلا لنگ پول یه مشتری نیست واسه اینکه واحد تموم کنه. مهم پروژه استاپ نمیشه. اگر قرار سر تاریخ هم تحویل بده، زودتر تحویل میده ولی دیرتر تحویل نمیده. خیالتون راحت باشه. آفرهای این پروژه رو هم توی یک لوکیشن دیگه بهتون میگم. آقا اومدیم باغچه واحد نمونه، گفتیم که از این محیط هم استفاده کنید، دیدن کنید. سوال آخری، 2 تا سوال آخری که داریم از بهزاد عزیز میپرسیم، آیا در کل این پروژه ها که در مورد صحبت کردیم خطرناک هست برای سرمایه گذاری یا خیر؟ ببین شما وقتی که میتونید یه سرمایه گذاری رو خیلی امن و مطمئن انجام بدید توی کشوری که به عنوان مهمان حالا اومدید شهروندی رو گرفتید، با سر بالا راحت زندگی بکنید، چرا آدم سری که درد نمیکنه رو که دستمال نمیبنده که؟ بعد از اینکه پاسپورت ها صادر شده رفته همش ابطال شده، یه سری پاسپورت هایی که تو راه صدور بوده همش ابطال شده تو یک کدوم از همین پروژه های همین مدلی. هر روز شما باید همیشه دستات بلرزه که اگر هر موقعی دولت بفهمه که شما تقلب کردید تو سرمایه گذاری، هم پاسپورتتو باطل میکنه، همین که دیگه اجازه شهروندی گرفتن تو این کشور به شما نمیده. خب مطمئنا خطرناکه. و دومی موضوع، شما باید همیشه اینو بدونی که اون ملکی که اومدی یه 200,000 تا دادی، شهروندی رو شروع کردی، بعد الباقی رو پرداختی، دیگه 200 تا اولی هم بهت پس نمیدن. دقیقاً. یعنی شما میای یه سرمایه‌گذار، یعنی به نظر من اگر کسی نمیتونه امروز 400,000 تا رو پر بکنه، من اگر باشم این کارو میکنم. میام با 200 تا یه اقامت دائم میگیرم، فعلا یه اقامت تاشینماز میگیرم، پولامو جمع میکنم، دوباره 200 تای بعدی حاضر شد تبدیلش میکنم به شهروندی. این یه چیز همیشه معتبر و مطمئنه
که بعداً هم شما هر موقعی اگر اون ملک 400 تایی رو نخواستی لااقل 400 تایی خودتو بهت پس میدم. پس بدم، قطعا همینطوره. نه اینکه نه پولتو دیگه صاحبش بشی. همیشه هم باید دست و پات بلرزه که نکنه 1% دولت بفهمه که تقلب تو سرمایه گذاریت کردی. نه بالاخره ببینید اینجوری هم نیست که خیلی راحت یه دولتی که اینجوری داره شهروندی میده و اداره میکنه انقدر راحت بشینه شما بیای سرش کلا بذاری با $200,000 شهروندی بگیری. اینا هم چی نفهمن. در کل پیشنهادی که میکنیم، حالا تو ایران مرسوم نیست داشتن وکیلی که بتونه بهتون مشاوره حقوقی بده بابت خرید ملک، ولی اینجا به خاطر اینکه وارد یک کشور دیگه ای میشین، تو یک سرزمین دیگه ای هستین، قطعا کار ما اینجا مثل بنگاهی های داخل ایران نیست. جدا از این که مشاوره های درست ما به شما میدیم، شماها همه نیازمند داشتن یک وکیل مجرب کنار خودتون تو تمامی مراحل کاریتون هستید. حالا این وکیل ها ممکنه خودتون پیدا بکنید و مورد اعتماد خودتون باشه، چه میتونه وکیل هایی که با شرکت های ما قرارداد دارن. ببینید من به شما بگم، ما به نظر من اسممون املاکی نیست، یه ذره این اسم واژه غلطه. ما مشاور سرمایه گذاری. املاکی به این شرکت های ترکی میگن که به ترکا داره خدمات میده. اونا اصلا نیاز به مشاوره سرمایه گذاری ندارن. خود مشتری از املاکی شاید اطلاعات هم بیشتر باشه. محل کایتانه است، مثل بنگاهی‌های محلی که تو ایران هستش، میری خونه چی داری این کار انجام میده. ولی ما کارمون اینه که طرف به ما بودجهشو بگه، ما مشخص بکنیم با بودجه‌ای که داری پتانسیل خرید چه ملکی در کجای استانبول رو داری که چه سودی رو ببری. ببین من یه به شما بگم، من تا واریزی که مشتری میخواد واسه پروژه انجام بده رو 10 بارم باشه عین 10 بارشو باش میرم بانک، گوشیشو از دستش میگیرم، آچیکلاما رو خودم میزنم یا مینویسم رو کاغذ میدم به اون کسی که پشت کانتره، میگم یه واوش، یعنی مثلا میگم این ترکا یه آی دارن که بدون نقطه و موشکه، میگم حتی اون نقطه هم باید دقیقاً عین خودش نوشته بشه. به خاطر چی؟ حاضرم به جون خودم بخرم اون تا بانک رفتن رو. ولی از یه طرف داستان میگم اگر یک کدوم از این دکونتا به مشکل بخوره، دردسر اصلاحش برای من بیشتر از اونه. تا صرافی هم ما کنار مشتری هستیم. آفرین، دقیقاً دردسر اصلاح اون برای من بیشتر از اینه که یه بار تا بانک برم. باز من ترکیم خوب نیست، یکی از مسئولای دفتر فروشا رو همیشه با خودت میبری که حالا بانک، میگم خودت آچیکلاما رو بنویس که اگر یک روزی به مشکل خورد، آچیکلاما رو هم که مینویسه خوشبند میفرستم همون آچیکلاما رو باز برای وکیل تایید میده، بعد یا ببین حالا یه چیز دیگه که خیلی‌ها نمیدونن اینه، یه سری وکلا الان هستن وکلای ترک، اینا وکلای پرونده‌های کیفری هستن، مواد مخدر، طلاق، اینجور چیزا. چون بازار اینور بدک نیست، بعدشون هم نمیاد یه ورودی تو بحث شهروندی هم بکنن، ولی اطلاعات شهروندی ندارن. من وکیل خودم 2 تا برادرن، یه برادر فقط کارش شهروندیه، یه برادر فقط یه موقعی اگه یه مشتری پرونده کیفری چیزی داشته باشه اون رسیدگی میکنه، نه این پرونده شهروندی میگیره نه اون پرونده کیفری میگیره. ولی شما جدیدترین قوانین شهروندی رو، یعنی موقعی که قانون بیرون میاد فردا صبحش این کامل در اطلاع و برای منم میفرسته. شرکتایی هستن دارن که درسته که حالا خیلی‌ها یه فکر منفی دارن روی این که آقا مثلا شرکت‌های املاکی که تو استانبولن اینا کلاهبردارن، اینا علم بلن، همه جا خوب و بد داره، همه صنف هم خوب و بد داره. ولی خیلی شرکت‌ها رو ما داریم که دارن با چهره خیلی خوب، دارن با پیشینه درخشان کار میکنن تو این شهر، برای کار پول مشتریشون دل میسوزونن، برای مشتری میدونن و کسا و آدما و ابزارهایی هم که استفاده میکنن برای اینکه کار مشتری درست انجام بشه همه ابزارهای حرفه‌ایه. همه ابزارهای حرفه‌ای رو استفاده میکنن که مشتری به مشکل نخوره، کارش 0 تا 100 بره جلو. بهترین کار اینه که با این مشاور حقوقی خوب کارشون رو جلو ببرن. دقیقاً مشاوری که بتونه هم در مورد سرمایه گذاری هم در مورد نکات حقوقی بتونه به شما اطلاعات بده و قدرت در افتادن با همه هم داشته باشه که اگر مثلا میگم کار پیش میاد یه پروژه‌ای مثلا یه 2 روز یه چیزش عقب افتاد، بتونه بره وایس تو پروژه از حق خریدارش دفاع کنه. دقیقاً. در ادامه صحبتامون و در جمله آخر، یک سری پروژه ها حالا هستن که مثل همین سازنده های گردن کلوف، مثل داپیاپی، مثل آوروپا کنوترالی آرتاش، مثل کیلر، میان یک آفرهای جذابی میذارن. حالا درسته که پاسپورت اقساطی نمیدن چون نیاز ندارن، میان یک سری آفرهای جذاب میدن.
حالا اون از زبون خودت میدونی. ببین عرف در سیستم فروش اقساطی و در پروژه های در حال ساخت اینه که وقتی پروژه در حال ساخته اقساطش رو تا تحویل میبنده. دقیقاً. میگه آقا مثلا من 1 سال دیگه تحویل میدم، پس 12 ماه اقساط میکنم، مثلا 50% پیش پرداخت، 12 ماه اقساط. یه سری شرکت هست که میگه آقا من خیلی الان به پولم احتیاجی ندارم، پولم تو پروژه های دیگه هم در گردشه، میاد یه سری آفرای اکسترا برای مشتری‌ها میذاره. مثلا میگه آقا من پروژه‌ام آماده تحویله، همین الان بهت کلید میدم، هست پروژه الان توی وادی استانبول هست، میگه همین الان بهت تحویل میدم ولی 8 ماه اقساط پول منو بده. پروژه آماده تحویل 60% پیش پرداخت 8 ماه، یعنی کلیدو بهتون تحویل میدن. شروع باشوری شهروندی انجام میدی. چرا؟ چون مثلا مبلغ $800,000 60%ش میشه $480,000 بالاتر از عدد شهروندیتون رو استارت میزنین، کلید واحدتون رو تحویل میگیرید، مابقیش رو تو پرداخت 8 ماه انجام میدید. یا همین پروژه الان میگه آقا من دارم 5 ماه دیگه تحویل میدم ولی باز از شما اقساط 18 ماه تحویل انجام میدم، باهات اقساط 18 ماه بهت آفرش رو میدم. یعنی با این حال که 5 ماه دیگه شما میای تو واحدت مستقر میشی، همین الانم هم باز اگر شما از $400,000 رد بکنی میتونی شهروندی تو اقدام بکنی ولی باز میتونی 18 ماه هم اقساط بدی. این مدل آفرا خیلی منطقی تر از اون شهروندی اقساطی و اینجور چیزا جذاب میکنه قطعا. اینجا هم 60% پیش پرداخت، 5 ماه دیگه فکر می‌کنم مارچ 2025 همیشه داپیاپی و آرتاش تاریخایی که اعلام میکنن زودتر بهتون تحویل میدن واحدها رو، چون جزو خوشقول‌ترین سازنده‌های استانبول. اصلا من به شما بگم اینا از خداشونه زودتر تحویل بدن، کارگراشون رو ببرن پروژه بعدیشون. یعنی موندن تو پروژه برای اینا ضررش خیلی بیشتره. ببین شرکت‌های بزرگ هزینه بره، ببین شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های معتبر این داستانو دارن، چون یک جرثقیلش برای خودشه، اجاره نیست که، پرسنلش برای خودشه، همه چی برای خودشه. میگه من هر چی زودتر اینجا رو جارو کنم، تحویل بدم، ببرم رو پروژه بعدی، برام عاقلانه تر و بصرفه تره تا اینکه یه سری پرسنلم اینجا درگیر باشن، یه سری پرسنل موقتی برای بعدیه بگیرم، بعد اینا اصلا داستان میشه براش. این براش خیلی عاقلانه تره که سریعتر اینو تحویل بده، جارو بکشه، تحویل بده، بره سراغ بعدیه. دقیقاً. چون اینا اینا کارشون، شغلشون همینه. یه چیز دیگه هم من بهت بگم، اینایی که میرن سراغ شهروندی اقساطی و اینا شغلشون این نیست. برو بهش بگو آقایی که داری شهروندی اقساطی میدی، پروژه قبلی چی بوده؟ خب ببین شما این داپ، آرتاش، دمیر گروپ، نمیدونم کیلر، اینا از اولم این کار بود. 100 سال طرف داره ملک میسازه، 100 سال دیگه هم ملک میسازه. محمد آقا در بیلیکدوزو پاسپورت اقساطی الان داره. خب ولی اون که کارش این نبوده، یه ملکی ساخته توش مونده، یه نفر اومده بهش گفته آقا میخوای بهت بگم چه جوری ملکتو بفروش، بکنش پاسپورتی اقساطی، یه سری از حول حلیم میافتن تو دیگه، همین الانم میان ملکتو میخرن. خب حالا دیگه بعدش چه شود واسش مهم نیست، اون توی گردابی افتاده که فقط باید از تو اون بیاد بیرون، براش اصلا مهم نیست. اون یه دونه پروژه بود، طرف هفته یه بار میرفت زندان و میومد بیرون. دقیقاً. مشاوره درست، سرمایه گذاری در زمان و مکان درست قطعا باعث میشه که شما سود چشمگیری رو بچشید. میان برای من کامنت میذارن استانبول نیاین، اینجا یک سراب، سود نمیکنین، پولتون رو میریزین توی چاه، نمیدونم هزار تا آیتم دیگه. خود آقای محبی یکی از کسایی هستن که سالها پیش اینجا سرمایه گذاری کردن و حتی توی غرب استانبول هم شما ملک دارین. ولی ملکای خوب خریدم اونجاها. چقدر سود کردی؟ من واحد خریدم، یعنی نزدیک تحویل بود، خریدم 750,000 لیر. 750,000 لیر. چه سالی؟ 5 سال پیش. 5 سال پیش. الان چند میفروشی؟ الان نه چند قیمتشه تو بازار با توجه به بازار؟ 7,200 میره. 750,000 لیر خریدن، 7,200,000 لیر هم سود میفروشن. قطعا 6 میلیون لیر توی 5 سال. اینم ببینید. دارم واحد دیگه رو خاک خریدم 780، اصلا تو سندش نگاه کنی به تاریخ اون روز 780,000 لیره. دو خوابه از طبقه دهم پروژه هم خیلی پروژه خوبیه. اونجا من اگه الان بخوام بدم $200,000 $250,000 میدم. یک اشتباه دیگه که مشتری‌ها انجام میدن، کسانی که گذشته خرید کردن، نکنید شما ملکتون رو زمانی که خرید میکنید به دلار بهتون قیمت میدن با ریت اون روز، ولی شما به لیر پولو بهشون تحویل میدید. انتظار نداشته باشید که داخل ترکیه به دلار هم بتونین سوداوری چشمگیری کرده باشید.
به لیر سودآوری چشمگیری نه دیگه، من می‌کنید. اون روز دلار رو لیر کردم اونو خریدم، امروز هم باید با نه لیر خب بفروشم. خیلی توقع دارن مثلا $200,000 طرف خونه خریده، دوست داره الان $400,000 بفروشه. هرچی بهش میگیم آقا تو $200,000 خرید کردی درسته، ولی $200,000 2 میلیون لیر شده بوده اون موقع، الان $200,000 میشه 7 میلیون لیر، ولی خونه تو 10 میلیون لیره، تو هم 8 میلیون لیر تو سودی. بعد بله. میگه نه من $20,000 یعنی سود کردم. میگم $20,000 سود نکردی، 8 میلیون لیر سود کردی. داخل ترکیه هستیم، به لیر میخرید، به لیر میفروشید. درسته که به دلار بهتون قیمت میدن، ولی واحد محاسبه تو این کشور بعد به خب لیر آخه یه هستش. موضوعی هست، شما داری اون واحد استفاده هم میکنی. خب تو اون خونه من ببخشید، تو اون خونه مهمونی گرفتم، تو اون خونه شام و نهار خوردم، شب تو اون خونه خوابیدم، از تراسش استفاده کردم. حالا من رو اون خونه پاسپورت نگرفتم، مثلا برای پاسپورت استفاده نکردم، ولی خیلی ها خب اومدن اینجا خونه پاسپورت خریدی. خب شما بله. نمیگم الان هستن تو بازار سیاه کسایی که دارن این کارو میکنن، میان سند خونه‌شون رو 3 سال اجاره میدن برای پاسپورت گرفتن. ترکایی هستن دارن این کارو میکنن، $100,000 پول میگیره، 110,000 دلار بابت 3 سالی که به شما میده اجاره داره پول میگیره. هست خیلی هستن تو غرب استانبول انجام میدن، 3 سال سند خونه‌شون به شما میده اجاره که شما پاسپورت بگیری، رو 110,000 دلار ازت میگیره، بعدم خودش میفروشه با یک سود خوب. نه دیگه دوباره به 3 سال آره دیگه خود طرف 3 سال بعد میفروشه، دوره میره یه خونه دیگه میگیره، هزار یه بازی روش میکنه. میخوام به شما بگم شما اینم دقت کن که اومدی پاسپورت یک کشور دیگر هم گرفتی که 110,000 دلار قیمت اون پاسپورت الان برای شما و خانواده است. سعی کنید گول نخورید، سعی کنید دچار تبلیغات جذاب و پرلعاب نباشید. و در جمله آخر چه پیشنهادی میکنید به همچین مشتری هایی که از ما میپرسن، نه اونایی که رفتن خرید کردن، قطعا میخوان بیان سرمایه گذاری بکنن و از ما دنبال آفر پاسپورت اقساطی هستن؟ من اگر باشم بخوام بیام اینجا، من اگر بخوام از صفر بیام دوباره توی استانبول خرید بکنم و ملک بخرم، میگم آقا لوکیشن حرف اولو میزنه و سازنده قوی 100% حرف دومو میزنه. یعنی بیا توی لوکیشن قوی از یه سازنده خوب یه خواب بخر، به جایی که بیای از یه سازنده ضعیف توی لوکیشن ضعیف یه 3 خواب بخری. بیا یه خواب خوب بخر، نداری $400,000 هیچ اشکالی نداره، بیا یه $200,000 بخر، یه اقامت دائم بگیر، 1 سال بعد دوباره اونی که می‌خواستی بیای اقساط بدی رو بعد اونی که شما می‌خری به اون قیمت رو میتونی دوباره همون قیمت هم بفروشی 2 سال دیگه. هم استفاده کردی، هم از اون طرف اقامت تو استفاده کردی، هم حتی اگر سود بهت نده اقلا اینه که ضرر هم بهت نمیده، ضرر هم بهت نمیزنه. دقیقاً. اول تو لوکیشن خوب، دوم از سازنده خوب. واحد بخرید، هیچ نگران نه فروش بعدیش باشید، نه نگران این باشید که پولتون سوخت. اصلا من قبلا هم توی یک ویدیوم گفته بودم سرمایه گذارها واسه انتخاب واحد ایدئالشون چند تا آیتم رو کنار همدیگه بررسی میکنن: سازنده، لوکیشن، دسترسی، شرایط پرداخت. دقیقاً این چیزایی که سرمایه گذار براش خیلی ملاک هستش و مهم هستش. و به نظر من اگر باشم میگم آقا یه ایجنت خوب پیدا کن، ایجنت خوب خوش سابقه، بهش ازش سوال کن، بگو آقا خدا وکیلی خودت با این پول کجا میخری، مثلا منم همونجا بخر. من شخصا به مشتریان میگم ملکی رو بهتون پیشنهاد میدم که اگر 2 روز دیگه، یعنی 3 سال دیگه که خواستین بفروشید، زنگ زدین گفتین آقا سامان بیاین اینو برای من بفروش، نگم اوه 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 کی میخواد بفروشه، بگم به به عجب ملکی اومد. یه خاطره بذار برات تعریف کنم جالبه. یه سرمایه گذار، یه دوست خیلی خوبی دارم، خیلی آدم عاقلی هم هست، بسیار مشاور اقتصادی خیلی قویه، شما هم میشناسیدش قطعا. بعد یه بار یه جایی بودم، من داشتم تصویری منو گرفت حالا احوال کنیم، گفت کجایی؟ گفتم فلان پروژه هم اینجوری اونجوری خیلی باحال اینا. بعد یعنی چه که خیلی خوبه، گفتم آره. گفت خیلی باحاله، گفتم آره. گفت بیا یه واحد شریک اونجا با هم بخریم. نخریدی دیگه؟ نه مدیر فروشه بغل دستم بود، خب نمیشد همینجوری. گفتم آقا ولی چقدر باحاله، حالا جلو مدیر فروشه گفتم یه پروژه خیلی خوبی اومدیم و فلان و اینا، یاد که خیلی باحاله. گفتم آره. گفت بیا شریکی 50-50 بزنیم یه واحد دوتایی با هم بخریم. اگه میگی خیلی خوبه یه واحد شریکی، من بیانش الان برات میذارم، تو از جای من همونجا امضا کن اگه میبینی خیلی خوب. بعد اونجا اومدم بیرون گفتم بابا ولمون کن. حالا اونجا بودم یه چیزی بهت گفتم. ببین به نظر من یه مشاور حقوقی خیلی خوب، یه مشاور سرمایه گذاری خیلی خوب پیدا بکنن و واقعا صادقانه بیان باهاش صحبت کنن، بگن آقا خدا وکیلی این سرمایه من، خودت باشی کجا سرمایه گذاری میکنی. واقعا اگر که بگردن
هستن مشاور سرمایه‌گذاریایی که واقعا دلسوزانه عمل میکنن که اون مشتری رو داشته باشن و از بغلش مشتریای خیلی خوب اون جنسی پیدا کنن. دقیقاً. سپاسگزارم از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادید. بیننده ویدیو یوتیوب ما بودید. در ادامه و در انتها واحد نمونه رو با همدیگه ببینید، لذت ببرید از اینکه سازنده داپیاپی چه واحد زیبا، شیک و بدون نقصی اینجا ساخته که دیگه اصلا دنبال نمیدونم پاسپورت اقساطی و اینجور داستانها نباشید. اگر دوست دارید زمانی که $400,000 کافی شد و اون حد نصاب رسید تشریف بیارید برای گرفتن پاسپورت. اگر هم دوست نداشتین پیشنهاد آقا بهزاد پیشنهاد ایدئالی بود. $200,000 الان خرید کنید، اقامت دائمتون رو بگیرید و هر موقعی که قدرت خرید کردن $200,000 دیگر رو داشتید اون موقع استارت یا برای پاسپورت عجله نکنید، اون 200 رو بدید، یه پروژه‌ای در حال ساخت سرمایه گذاری بکنید، از 400 رد کردید بیایید شهروندی رو بگیرید. دقیقاً. اونم با خوبیه. اینم پیشنهادهای ما بود. امیدوارم استفاده کنید. یادتون نره در ادامه ویدیو ما واحد نمونه رو براتون میذاریم. استفاده کنید. قیمت واحد نمونه اینجا، این واحد نمونه دوبلکس باغچکات منحصر به فرد $1,800,000 هستش. با امید دیدار با ویدیوهای بعدی همراه ما باشید. سپاسگزارم عزیز منی، فدای شما. ایشالله که همه رو ببینیم اینجا با لب خندون، همه یکی واحد خوشگل خریدن. این شعار منه، هر موقع استانبول خونشون کم شد بیان اینجا کلی تفریح کنن و لذت ببرن. آب و هوا، منظره، دریا، همه چی کنار هم. شهری که آدم توش زندگی میکنه باید دریا داشته. استراتژیکی ترین لوکیشن جغرافیایی رو کره زمین هستیم. هیچ جای کره زمین وجود نداره که یه قسمتش آسیا باشه، یه قسمتش اروپا باشه. دور تا دورش دریا باشه با این همه زیبایی و حال خوب. پول دنیا داره از این وسط رد میشه و این همه حال خوب. جزو 10 تا شهر بزرگ دنیا هستیم. روزتون خوش. در ادامه ویدیو واحد نمونه